بعد 4 سال گفتگو و مذاکرات طولانی، 3 روز پیش جمهوری مولداوا نخستین کشور اتحادیه دولت‌های مستقل شد که مردمش میتوانند به قلمرو اتحادیه اروپا به ویزا سفر کنند. از این بعد هر شهروند مولداوا میتواند به آسانی به قلمرو 26 کشور عضو اتحادیه اروپا سفر کند. برنامه مذکور را قدم دیگری مولداوا به سمت عضویت در اتحادیه میدانند و در این باره صحبت داشتیم با یوگنی تومیوک، تحلیلگر اموری مولداوا در رادیوی آزادی. سفر بی‌روادید به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مردم مولداوا که اقتصادی ضعیف دارد و مردمش کم بیزاتند چی منفیت دارد؟ معلوم است که بسیاری از شهروندان مولداوا بیشتر از 10 ساله است که در خارج کار میکنند. با وجود آنکه مولداوا بخش از اتحادیه اروپا نیست، به مردمش اجازه دادند که بی روادید به قلمرو کشورهای عضو سازشنامه شنگن سفر کنند. از یک طرف این خراجات سفری آنها را کم میکند، ارتباط با خانواده‌هایشان را آسان میکند و در نهایت فایده اقتصادی میآورد. ولی مهمترین منفعت سفر بی روادید به اتحادیه اروپا برای مردم مولداوا از نظر روانی است. مردم کشور حالا چنین احساس میکنند به حوزه برگشتند که اصلا به آن تعلق داشتند، یعنی به اروپا. دیگر برای مردم سفر به اروپا مشکل نیست و از این رو آنها خود را بیشتر اروپایی احساس میکنند و یا بگوییم بیگانه احساس نمیکنند. It's not a problem for them to travel anymore, and that makes them feel more European, or let's say normal. مولداوا سالهای طولانی است که جنجال ولایت ساحل دنستر را نتوانسته است حل کند که 30% مردم ولایت دروس زبانند و بعد بحران اوکراین دعوای استقلال هم کردند. مقامات مولداوا درباره تاثیرات احتمالی سفری بی‌روادید به قلمرو اتحادیه اروپا در حل این مناقشه چیزی گفتند؟ The European Union has made clear from the very beginning that اتحادیه اروپا از همان اول واضح گفته است که عهدنامه مشارکت که مولداوا و اتحادیه امضا کردند فراگیر است و تمام قلمرو مولداوا را فرا میگیرد. از منافع اقتصادی که مولداوا میگیرد همچنین ولایت ساحل دنستر بهره میبرد. اقتصاد ساحل دنستر هرچند خرد هم باشد و اگر چیزی کمی صادر کند به اتحادیه اروپا صادر می شود. they also export a lot toward the European Union. یوگنی تومیوک، خبرنگار و تحلیلگر امور مولداوا در رادیوی آزادی صحبت می‌کرد.